در تخصصی ترین کانال مربوط به آزمون های مدارس خاص، تیسوشان نمونه دولتی، مدارس غیر دولتی خاص، رسیدیم به این ویدیو که قرار راجع به جزئیات آزمون نمونه دولتی صحبت بکنیم. آزمون نمونه دولتی که کلی متقاضی داره هر سال و ظرفیت پذیرشش هم به نسبت سایر مدارس خاص بالاتره و احتمال قبولی خیلی زیادی رو به دانش آموز میده. سلام، من امیر زارعی هستم و اینجا استدیوی اوهوش. خوش اومدید به یک ویدیوی مشاوره‌ای. میخوایم جزئیات کاملی از آزمون نمونه دولتی رو بگیم، از اینکه از چه سرفصل هایی است، چه ضرایبی داره، چه جور سوال میدن، راجع به اینکه کی برگزار میشه، چه جوری باید ثبت نام بکنیم، همه چی دیگه 0 تا 100شو هر چی لازمه بدونی اگر امسال یا سال بعد قراره تو آزمون‌های مدارس خاص شرکت بکنی. توصیه میکنم همین الان این کانال رو سابسکرایب بکنیم و این ویدیو رو همین الان لایک بکنیم تا پرقوت و پر انرژی بریم سراغ ویدیوی امروز و شروع بکنیم از خود آزمون نمونه دولتی. اصلا چیه آزمون نمونه دولتی؟ آزمونیه که آموزش و پرورش برگزار میکنه برای ورود دانش آموزان نهمی به پایه دهم، ویژه مدارس نمونه دولتی. تو هر منطقه‌ای، هر محله‌ای معمولا یه تعداد مدرسه نمونه دولتی وجود داره که این مدارس خاصی هستن، سطح علمی بالاتری دارن، دانش آموزان قوی تری دارن، یه برنامه‌های ویژه‌تر علمی توشون وجود داره و برای ورود به اونا باید آزمون بدید که میشه همین آزمون نمونه دولتی. این آزمون چه شرایطی داره؟ ثبت نامش هیچ شرطی نداره. جالبه، برخلاف همه آزمون‌های مدارس خاص، نمونه دولتی آزمون شرط نداره. شما فقط کافیه دانش آموز نهمی باشی میتونی تو آزمون ثبت نام بکنی. اما یه موضوعی رو نباید فراموش کنی که یه شرطی واسه بعد از آزمون گذاشتن. گفتن اگر تو سال نهم توی اون امتحان نهایی که خرداد میخوای بدی، تو اونا اگر معدلت زیر 17 بشه، حتی اگر آزمون رو قبولم بشی قبولت نمیکنن، باطل قبولیت. شرطش واسه بعد از آزمونه. حواست به این موضوع باشه. پس حتما باید معدل بالای 17 داشته باشی تو امتحانات کتبی خرداد. مستمر و ترم اول مهم نیستا، کتبی خرداد، اونم کدوم خرداد؟ خرداد نهم امسال که قراره تموم بشه. پس این میشه کل شرطی که لازمه برای ثبت نام. پس میبینید شرط خاصی هم وجود نداره، همه از دم میتونن آزمون نمونه دولتی رو ثبت نام بکنن. اما آزمون نمونه دولتی چه جوریه؟ چه جزئیاتی داره؟ چند تا سوال داره؟ از کدوم درس هاست؟ بیاید راجع به این صحبت بکنیم. آزمون نمونه دولتی 7 تا درس داره و هر هفتاش هم درس مدرسه شماست، برخلاف تیسوشان میدونی دیگه، نصفش هوش و اصلاح تحلیلیه، فقط نصفش درسیه. اون نصفه هوشش که اصلا تو کتابا نیست، اون نصفه درسیش هم همه درسا توش نیست. تیسوشان رو دارم میگم یه ویدیو قبلا راجعش ساختم، اگر ندیدی لینکش رو اینجا میذارم، تو دسکریپشن هم میذارم. این ویدیو رو تا ته ببین، بعداً برو سراغ ویدیوی تیسوشان. این بابت تیسوشان بود، اما نمونه اینجوری نیست. نمونه 7 تا درس، هفتاش هم درس مدرسه است. این هفته چیه؟ بیا با هم لیستشو ببینیم، ضرایبش هم ببینیم. رو صفحه هم برات میارم. اولیش قرآن و پیام‌های آسمانی 15 تا سوال، فارسی 15 تا سوال، عربی 15 تا سوال، اجتماعی 15 تا سوال، زبان انگلیسی 10 تا سوال، کمترین درس در آزمون نمونه از نظر تعداد سوال و حتی ضریب. علوم تجربی و ریاضی هم که دیگه اصل جنس، هر کدوم 15 تا سوال. این میشه تراز آزمون نمونه دولتی که در مجموع 100 سواله و 120 دقیقه برای پاسخگویی به این 100 سوال وقت بهتون میدن. پس این میشه کلیت آزمون 4 گزینه‌ایه و یک پاسخ صحیح داره، نمره منفی داره، غلط بزنی سوالات درستت هم نمرش از بین میره. اما ضرایب چی میگن؟ ضرایب داره میگه آقا اگر تو رشته ریاضی انتخاب بکنی، اون موقع ریاضیت میشه ضریب 4، علومت میشه ضریب 2 با فارسی بقیهش 1. اگر رشته تجربی انتخاب بکنی، موقع ثبت نام اینا مشخص میشه. تو موقع ثبت نام بعد رشته تو تعیین بکنی قبل از آزمون. فکر نکن بعد از آزمون این تعیین رشته، قبل آزمون تعیین رشته نمونه دولتی. اگر رشته تجربی انتخاب بکنی، علومت باید 4 باشه، ریاضی و فارسی 2 بقیهش 1. اگر انسانی رو انتخاب بکنی، فارسیت ضریب 4 میشه و بقیهش عربی و مطالعات 2 و بقیهش 1 و حالا هنرستان هم که دیگه جای
خود داره رو تصویر دارید میبینید ضرایبو. پس این ضرایب که اهمیت پیدا میکنه تو درس خوندن شما. از الان باید تصمیم بگیری من چه رشته‌ای انتخاب بکنم که بعدش هم ضرایب تنظیم بشه. من قراره یه کارگاه مفصل انتخاب رشته تو همین پیج یوتیوب هوش داشته باشم. همین الان برام واژه انتخاب رشته رو کامنت بکن اگر تو هم دوست داری که من راجع به انتخاب رشته یه کارگاه چند جلسه‌ای مفصل رایگان تولید بکنم ویدیوهاش رو. بعدم تو کامنت ها بنویس. اگر تعداد درخواست ها زیاد باشه سعی میکنم همین روزا شروع کنم ویدیوهاش رو به ترتیب منتشر بکنم، کمی هم شما رو آگاه بکنم از فضای انتخاب رشته سال نهم. واژه انتخاب رشته رو تو کامنت بنویس. همین. بریم ادامه بحثمون. راجع به زمان آزمون گفتم، راجع به تعداد دفترچه‌ها گفتم، راجع به اینکه تستی و نمره منفی دارم گفتم، راجع به اینکه آزمون 7 تا درس توشه برخلاف تیزهوشان که عربی زبان نداره ولی نمونه دولتی عربی زبانم دارم گفتم. برم راجع به ثبت نامش چیزایی بگم. ثبت نام آزمون نمونه دولتی معمولا همزمان که نمیشه گفت، با یه اختلاف کمی با آزمون تیزهوشان انجام میشه. کی؟ معمولا فروردین ماه. بخشنامه‌اش کی میاد؟ معمولا اسفند ماه. رسانه اوهوش شک نکن که اولین رسانه‌ایه که وقتی بخشنامه تیزهوشان نمونه بیاد خبرشو، متن دقیق بخشنامه رو و ویدیوی تحلیلش رو منتشر میکنه. پس کانال یوتیوب ما رو که داری، کانال تلگرام و پیج اینستاگراممون هم فالو داشته باش، دنبال بکن که خبرها رو از دست ندی. خیلی سریع منتشر میکنیم بخشنامه‌اش بیاد کامل با جزئیات بیشتر و خب حالا شاید اگر تغییری باشه توش تو همون بخشنامه اعمال بشه. و ما هم میگیم آزمون نمونه دولتی 1 ساله که کشوری برگزار میشه. سالهای قبل استانی برگزار میشد، از سال گذشته شروع شد کشوری برگزار شدن و امسال هم احتمالاً به همین شکل یک آزمون کشوری. از نظر سطح آزمونی نیست که خیلی سطح بالایی داشته باشه. البته کتاب درسی یه لول بالاتره، اما نه اینکه بخواد برسه به سطح تیزهوشان و اینها. یه خورده سوالاتش یه مقدار سبک‌تره، اما به هر حال درس خوندن ویژه‌ای نیاز داره. یعنی حتما باید دانش آموزا یه لول بالاتر از سطح کتابو داشته باشن. و اینکه خیلی مشابه سالهای قبل هم درسته. این موضوع هم اگر شنیدید که سوالات آزمون نمونه دولتی شبیه به سوالات آزمون‌های سالهای قبل، اینم من تایید میکنم. و البته یه سورپرایز اینجوری هم در ادامه براتون داریم که یه کاری قراره بکنیم در هوش، یک سیستمی رو با رویکرد حل سوالات سالهای قبل داشته باشیم که بعداً ازش رونمایی میشه. تا چند وقت دیگه رونمایی میشه و شگفت زدتون میکنه مطمئنم. پس این شد کلیتی که بعد راجع به آزمون نمونه دولتی بدونید. آزمون نمونه دولتی آزمونیه که پذیرش توش بسیار زیاده به نسبت تیزهوشان. میگم تو تیزهوشان 20,000 نفر قبول میشن با قوانینی که در سالهای قبل بوده. تازه در سال ششم، در سال نهم که 7,000 نفر کلا قبول میشن. تو سال نهم نمونه دولتی بیش از 80,000 نفر قبولی داره مدارس نمونه دولتی در سراسر کشور. و خب این خودش یه بحثیه که شاید خیلی ها هدف گذاریشون رو بذارن رو قبولی مدارس نمونه دولتی و از اون بعد بحث پذیرشش رو بذاریم کنار. این نکته رو باید بدونید که پذیرش نمونه دولتی 50-50. 50% نمره آزمونتونه، 50% دیگهش معدل کتبی خردادتونه. پس باید توجه بکنید که معدل کتبی شما در امتحانات نهایی سال نهم علاوه بر این که در انتخاب رشته شما مؤثر خواهد بود و اگر خرابش بکنی رشته های تاپ رو نمیتونی انتخاب بکنی، در کنار اون قبولی نمونه دولتیت رو هم به خطر میندازه. پس حواستون باشه که معدل رو باید بالا داشته باشید. اگه زیر 17 باشه که کلا منتفی نمونه. اگر هم بالای 17 باشه باید سعی کنی که نزدیک 20 باشه دیگه. بالای 19 بگیری که اون کمک کننده باشه به قبولیت. البته که تاثیر معدل نسبت به آزمون کمتره. این موضوع هم باید در نظر بگیریم. خب نکته دیگه‌ای باقی نمیمونه. ممنون میشم اگر هنوز ویدیو رو لایک نکردین دکمه لایک رو بزنید که یه انرژی به ما بده. 2 تا قلب قرمز تو کامنت های این ویدیو و هر ویدیویی که از من دیدی بذار که بازم به من انرژی بده. ما سعی میکنیم روزانه و هفتگی صحبت بکنیم راجع به عرضم به حضورتون آزمون هایی که در پیش رو هست. هم بحث های مشاوره‌ای رو میگیم، هم بحث های خبری رو میگیم و هم بحث های مرتبط با انتخاب رشته رو میگیم. 2 تا کانال دیگه هم داریم. یه کانال آکادمی اوهوشه که آموزش های رایگان ریاضی، علوم و هوش برای آمادگی نمونه و تیزهوشان اینجا میذاریم.
کلی ویدیوی رایگان گذاشتیم آموزش استفاده بکنید و یه کانال دیگه هم به اسم مستر امیر زاده‌ای بحث‌های مشاوره‌ای رو توش داریم و بحث‌های کنکوری و مقاطع بالا رو که اون رو هم سابسکرایب بکنید. سال‌های بعد به دردتون بخوره. شاد باشید دوستان من.